7 سامانی نفقه بود. عموما در 4 سال اول کسی مزد مهنت نگفته است. نپرسیده است، از من سوال نداده است برای چی برق نیست، برای چی گاز نیست، برای چی نفقه نیست، معاش نیست. همه در وهم جان بودن آیا ما زنده میمانیم یا نه. همه در وهم یک بریده نان بودن که فرزندانشان را با اقلا وای نباشد با شکمشان سیر کنند. گرسنه بودن وهم جان بود که تیجه آرامی زندگی کنند، زنده مانند، فرزندانشان را از دست ندهند. فهمیده که چی گفته است؟ مردم برای اینکه دیگه نپرسن باید به همون تا وحشت آوردن در کاره که دیگه مو سویت برق گاز نون قیمتی نگن ما را دیگه مردم. فهمیده است که باید مادر و پدر شما را در کدام حالت برای قرار بده رحمانو. یعنی مد سالای بدم مردم نون سویت او گاز نمیگفت. مردم فقط در فکر بود که ای رحمانو چقدر زنده مانم جانم خلاص شود. مردم در فکر همی بود. اگه فهمیده است که رحمانوف چی میخواه، اگه فهمیده است که رحمانوف مخوف مقصدش چیه، یعنی که در سالی که ما در قدرت نو آمادگی بدم اوتا و اوچه شما ای همی که من رحمانوف نکش همی لعنت کرده الله نه سویتش در کره، نه گازش در کره، نه اوش در کره، نه آردش در کره، نه نونش در کره. شما هم رنگی همه اوتا و اوچهاتون زندگانی کنی رنگی باباتون، هم فقط فکر کنه که زنده تمام. یعنی مردم باید در همه حالت بیاره برسونه با شما هم تا اینکه اونا ایما بترسن. فهمیده است مقصدش چیه؟ بله. بودن وهم جان بود که تیجه آرامی زندگی کنند، وهم جان بود که تیجه شکمشان سیر کنند. گرسنه بودن وهم جان بود که تیجه آرامی زندگی کنند، زنده مانند، فرزندانشان را از دست ندهند.